از این پس به جای برخی از زمین‌های گندم کارتوشکا کشت می‌کنند. این معلومات را عبدالعزیز محمودزاده سردار شعبه 3 ساله سرریاست کشاورزی ولایت ضمن نشست خبری بر روزنامه‌نگاران اطلاع داد. گفته شد که این اقدام بهره زیاد به دست آوردن حاصل کارتوشکا فراوانی در بازار 3 ساله و ارزان نمودن نرخ این محصولات راه اندازی گردیده است. بهره زیاد نمودن حاصل گندم باشد تخمی‌های باصفت از کشورهای خارجه دسترس و کشت کرده شده. این اقدام ادامه دارد. با سفارش رئیس ولایت حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن حاصلات زراعت گندم همین سال گذشته 512 تن از جمهوری ازبکستان ولایت فرغانه گندم خوش‌صفت رپروداکسیونی یکم آورده شد به 1300. ما هم خیلی کشاورزان مصلحت کردیم که سفارش کردیم که از زمین‌های آبی نکم از 60-70 سنیر گیریم. اگر مثال سال گذشته گیریم گر زمین‌های آبی شهر اسفر 65 سنیر کویستان مثلا نزدیک 70 سنیر روی جوارفری سپیدن با وجود غفور زیاده 45 سنیر حاصل گندم گرفتند. این خیلی تعلق افتادن ما در کار نیست. همچنین از کشور کراسنودار نزدیک به 60 تن تخمی‌های ماسکوفسکی 56 وارد کرده شده دسترس خوجه‌گوی دهقانی گردانیده شده است. با وجود در زمین‌های غله‌دانه کشت گردانیدن کارتوشکا سال جاری حاصل غله‌دانه به اندازه 21517 تن زیاد گردیده است. برای امروز ما نسبت سال گذشته هم استحصال غله زیاد شد، گندم هم زیاد شد. این سال نسبت سال گذشته حرکت می‌کنیم. از بودهای موسوی استفاده بردیم. چخیلی که می‌جود نمایندگانی آبی ولایت هستند. سری وقت آبیارش و زمین آبی به دست که همین زمین آبی ما نکم از 50 سنیری حاصل غله می‌گیریم گندم. گفته شد که تیر ماه سال گذشته در میدان 34081 گکتار کشت غله‌دانه گذرانیده شده است که از این نشان داد 22000 گکتار در میدان زمین‌های آبی میباشد. در برابر در زمین‌های غله‌دانه کشت گردانیدن کارتوشکا گفته شد که نسبت به سال 2019 میدان کشت غله‌دانه 4179 گکتار زیاد گردیده است. در همه شکل‌های خوجه‌گیری ولایت سال 2020 351374 تن غله‌دانه به دست آورده شده است که نسبت به همین دوره سال 2019 19685 تن زیاد میباشد. این نشان داد در خوجه‌گیری کشاورزی به 290676 تن برابر بوده. نسبت همین دوره سال گذشته 21517 تن افزوده است. همچنین روز گذشته ضمن نشست خبری نماینده راه آهن تاجیکستان افزود که در سال گذشته 2,843,768 تن محصولات توسط راه آهن وارد شده است که بیشتر آن را غله‌دانه، سوزشواری، محصولات ساختمانی تشکیل می‌دهد. مسئله واردات باشه 2,843,768 تن واردات شد. سوکروت این توسط راه آهن از این 2,800,000 بسیار درش گندم، غله‌دانه، قصه، صادرات основной значит Федерация России Казахстан и Казахстан сементу отрыв самозон и Джумhuriye Özbekistan'da bir точка Federaция России. Orada da aslında Cumhuriyet Kazakistan'ın Federacja Россия بعضی آهن‌ها از جمهوری اسلامی ایران. نماینده ساحه کشاورزی ضمن نشست خبری از عامل زیاد شدن حاصل زمین‌های کشاورزی ولایت حرف زده گفت که سال گذشته در زمین‌های کشاورزی ولایت اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ گذرانده شد. اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ بیام یک مقدار رای جدا کردن مبلغ این چنین موافقت رفتنی بود. ما همون سری وقت پیشگیری کردیم. هم کریم شانه و هم تورتونکانه و هم منوی شیری و تریپس بود. اوید به پهلوهای دیگر فعالیت ساحه کشاورزی و مؤسسه‌های مربوطه شعبه نقلیات و کمیونیکاسیون ولایت در سال 2020 در گزارش‌های من بعد معلومات خواهیم داد. گزارش سید مختار سیدانور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.